بعد از خوردن نان در بس مجالس یک سلسله سوال پیدا میشه برای بعضی دوستا. زمانی که ما نان خلاص میکنیم باز مردم در انتظار ازی باشه که آلی یک دعا میکنه، باز خصوصا توجه اکثر مردم به طرف علما می باشه که علما دعا میکنه. و وقتی که خود نفهمانن اکثر دوستا باز یک انتقاد بزرگ میکنه که برادر همین طایفه خوشم نامد به خاطر ازی که دعا نکردن، نان خوردن دعا نکردن، نماز خواندن دعا نکردن. به این خاطر که ما یک کلید حل داشته باشیم در همه موضوعات خود و متوجه دقیق به این گپ باشیم. او کلید حل و توجه دقیق ما به کدام گپ است که ما نظام الله را به طریقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پذیرفتیم، یعنی دستورات الله را، تعلیمات الله جل جلاله را ایره به طریقه پیغمبر علیه السلام پیش میبریم که پیغمبر علیه السلام کدام عمل انجام داده. این نیست که ما تنها در عبادت مثلا در نماز طریقه پیغمبر علیه السلام از خود کنیم، با مثل از اون نماز بخوانیم، اما در دیگه امور مثل پیغمبر علیه السلام نباشیم. در خوردن نان، در نشستن نان، در شروع کردن نان، در ختم نان، در وضو کردن، در مصافحه کردن، سلام دادن. الله متعال پیغمبر علیه السلام برای ما الگو در تمام امور مقرر کرده. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. برای شما در پیغمبر صلی الله علیه وسلم، مراد از پیغمبر در تمام ابعاد زندگی پیغمبر علیه السلام برای ما الگو نمونه است. از او خاطر الحمدلله وقتی آب پرتافتن شروع شدی طور نشد که ریش سفید کی است یا عالم کی است، اول دست از او شسته شد، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه راست خوش داشت. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحب التیامن. الله پیغمبر علیه السلام دوست داشت از راست شروع کردن، حتی فی التنعل و ترجل، تا که در پایپوش پا کردن و همچنان در شانه کردن مویا بعد از طرف راست شروع شد. این بسیار نزاها را حل هم میکنه. وقتی که داخل شویان از کی شروع کنی از کی شروع نکنی، یکی باز اگر از یکی شروع کنی دیگه میگه که من چی کم بودم. الحمدلله نزاع ختم است، هر کس در طرف راست قرار داره، خلاص. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک موقع در یک طرف ابن عباس رضی الله عنه بود، در طرف راست، طرف چپ ابوبکر رضی الله عنه. ابوبکر رضی الله عنه بسیار شخص بزرگ و ریش سفید و کلان است، ابن عباس رضی الله عنه بچه است. اما پیغمبر علیه السلام وقتی آب یا شیر میخوره اول به کی میده؟ ابن عباس رضی الله عنهما، به خاطر که از راست شروع میشه. حالی بیم وقتی که طعام خلاص شد پیغمبر علیه السلام چه قسم دعا کرده؟ یکی دعای است که خود انسان میکنه، یکی دعای است که برای میزبان میکنه، یعنی کسی که تو را مهمان کرده تو برای زود دعا میکنی. خود انسان وقتی که دعا میکنه، البته یک دعا در حدیث ضعیف آمده، الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین و جعلنا مسلمین. اکثر مردم جعلنا میگه، جعلنا نیست، جعلنا، یعنی عین زبر دادن بعد از و ما را گردانید مسلمان. سندی حدیث ضعیف است. در حدیث صحیح که کدام دعا آمده الحمدلله الذی اطعمنی هذا الطعام و رزقنیه من غیر حول منی ولا قوه. اینطور دعا آمده. کل صفتای کمال برای او الله هست که مرا ای طعام خورانید و مرا روزی داد بدون کدام محنت و طاقت قوتی که ما مصرف کرده باشم، ایره الله متعال برای ما روزی داد. گپی ما در سری دعاست که بعد از نان چرا دستا را بالا نکردیم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم که بعد از نان دعا کرده، امی دعا را خوانده خود دست بالا نکرده. اگه میزبان باشه تو میمان باشی، ما دعا کردیم همین جبیالی عبدالرحمن صاحب گفتیم که ما دعا کردیم، 3 کلمات پیغمبر گفته و بسیار جامع است. اللهم بارک لهم فی ما رزقتهم، یا الله به این مردمی که ما را میمان کرده و برای ما طعام پیش کرده برکت بده در هر آن چیزی که تو برشان روزی داده.
ای داده بود تنها طعام، لیکن تو دعا کردی در مالش، در اولادش، در علمش، در طاعتش، در عبادتش، هر چیزی که الله برش رزق داده، در کلی از تو دعا کردی که الله برکت برش بده، زیاد کشه، خیر کثیر دیش بگذار. و بعد از او گفتیم وغفر لهم. انسان بسیار نیاز داره که گناه سابقه کرده باشه که او معاف شود. دعا کردی برش که یا الله اگر خطا سهو گناه از پیش شده باشه برش مغفرت کن، در آینده زندگی مأمون شوه، مسئول شوه از خطا و از گناه. ورحمهم، الله سرش در باقی عمر رحم. چقدر کلمات جامع است. ما چه قسم دعوا بکنیم که ما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، در حالی که در یک روز 30 مرتبه طعام میخوریم، لیکن یک دعا با 3 کلمات پیغمبر ما یاد نمیگیریم. و ادعا داریم که محبت با پیغمبر داریم، امت رسول الله هستیم، فریاد میکنیم که وی پیغمبر در قلبی من. نه، پیغمبر در قلبت نیست، در قلبت نیست. اگر پیغمبر در قلب تو می بود، هر قدمی که تو می گذاشتی مطابق حرکت رسول الله صلی الله علیه و سلم قدمی تو می گذاشتی، تسلیم می شدی. غیر از عمل رسول الله برای خود هیچ عمل دیگر کس خوش نمی کرد، هیچ عمل دیگر کس. ما که امروز در تویا، ما که امروز در مرده ها رسومات غیر شرعی را، غیر دینی را انجام میدیم، صرف به لحاظ چی؟ ولا قومی بد میگه، رواج ماست، از باباها بر ما مانده، این طور گپ است، اون طور گپ است. علتش است که محبوبیت رسول الله در قلب ما کم است، رنگش کم است. اگر محبوبیت پیغمبر در قلب انسان باشه، فقط میگی عالم میاری در سر جنازه استاد میکنی، برش میگی که جناب مولوی صاحب محترم، هر آن چیزی که رسول الله انجام داده من عملی میکنم، تو بیان کن من عملی میکنم. در توی امی قسم استاد میکنی رسول الله چه قسم توی کرده، چه قسم عروسی کرده، چه قسم نان داده، چه قسم ولیمه کرده، بس در تمام زندگی خود خلاص. من از عمل پیغمبر کرده دیگه عمل با ارزش نمیبینم، قیمت بها نمیبینم. ولی افسوس است که ما مفهوم امی محمد رسول الله را درک نکردیم که وقتی میگه محمد رسول الله مطلبی از چی است. اگر با پیغمبر محبت داشته باشیم، هر عملی ما فقط مطابق پیغمبر صلی الله علیه وسلم، آلی دیگه از دل خود اضافه کاری نمی کنیم که والا چی بدی داره که دست بالا کنیم، در دیگه دعا بالا میکنیم، اینجا بالا کنیم. نه، ما تابعداری پیغمبر هستم. پیغمبر در کدام جایی که بالا کرده بالا میکنم، در کدام جایی که بالا نکرده نمیکنم. پیغمبر نان خورده دست بالا نکرده، پیغمبر داخل خانه شده دعا کرده دست بالا نکرده، بیرون شده از خانه دعا کرده دست بالا نکرده، سری قبرستان تیر شده دعا کرده دست بالا نکرده، ما را دیده دعا کرده دست بالا نکرده، اذان شنیده ختم شده دعا کرده دست بالا نکرده، بازار داخل شده دعا کرده دست بالا نکرده، تشناب داخل شده دعا کرده دست بالا نکرده، بیرون شده دعا کرده دست بالا نکرده، داخل مسجد شده دعا کرده دست بالا نکرده، بیرون مسجد شده دعا کرده دست بالا نکرده. حتی در همبستری دعا از خود دست بالا نمیشه. این دعاهای مأثور میگه، یعنی او دعایی که از پیغمبر علیه السلام در یک جای خاص، در یک موقع خاص نقل شده، در اونجا پیغمبر دست بالا نکرد. اما در استسقا رسول الله دست بالا کرد. در قنوت نازله وقتی که بد دعا بالای کفار میکرد دست چی کرد؟ بالا کرد. در اونجا ما بالا میکنیم، تابع پیغمبر علیه السلام هستیم. اگر امی فرمول ما قد خود بگذاریم که ما تابعداری کیستیم؟ رسول الله، کل جنجالا حل است، بدعتا خود به خود از بین میره. ملاسه پس از نماز به هیئت اجتماعی روی یکی خود دور میده، با مردم دعا میکنه. ببینیم آدرس دار از پیغمبر؟ پیغمبر همی کار کرده؟ خلاص یک سوال است، کل مسائل ما حل میشه. فقط از پیغمبر یک سند وجود داره. باز میگه در استسقا هم نماز نفل است، استسقا نماز نفل است، در اونجا خود پیغمبر دعا کرده. خیلی خوب بیادرم، وقتی که استسقا یک مرتبه، 2 مرتبه، 10 مرتبه واقع شده، پیغمبر امو 10 مرتبه یا 1 مرتبه یا 3 مرتبه دست بالا کرده. صحابی امو را نقل کرد بر ما که رسول الله دست بالا کرد. این چندین از 30,000 بالا نماز امرای صحابه خوانده، چرا نقل نمیکنه که رسول الله پس از نماز دست اینطور بالا کرد؟ وقتی که تو بالا میکنی این کار خوب میگی،
این کار عبادت میگی، این را موجب ثواب میدانی، تو سری پیغمبر انتقاد میکنی که پیغمبر از پیغمبر کده ما یک درجه بالا شدم، پیغمبری کار نکده ما میکنم. او نمیدانست نمیدانم. کسایی که عمل به بدعت میکنن در حقیقت انتقاد سری کی داره؟ سری رسول الله صلی الله علیه وسلم داره. میلاد میکنن، پیغمبر نکده تو میکنی. چرا؟ یعنی تو از پیغمبر کده بالاست، موقفی بالا داری، عبادت هم میشناسی، ثواب هم میشناسی. پیغمبر نمیفهمید که این عبادت است و این ثواب داره. از انصاف کار بگیریم. منظورم است که الحمدلله راه حل برای ما فقط و فقط در تابعداری کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که ما تابعداری پیغمبر کردیم همه مشکل حل است، هیچ نزاع باقی نمیمانه. الله متعال برای ما و شما توفیق نصیب بکنه که واقعا در کل زندگی خود تابعداری کی را بکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنیم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رب العالمین.